فایده چگونه میشود؟ اولین شرطش این است که فایدهش معلوم باشد. یعنی اون نفری که تجارت میکنه چقدر میگیرد و صاحب مال چقدر میگیرد. بعضی نفرها میگن که تجارت کن خیلی از نوگش کمتر میگیری. در این حالت یعنی فایده نامعین میشود و مضاربه آنها باطل میشود. شرط دیگرش دوستان عزیز این است که باید با فایز تقسیم شود. یعنی مثلا من به یک نفر یک مقدار پول رو میدهم برای مضاربه، 50% فایده برای من، 50% فایده برای او. نمیشود که مثلا تاجر گوید که من هر ماه به تو 5000 از فایده میدهم. اگر چنین گوید مضاربه ویران میشود و فاسد میشود. خب شرط دیگرش این است که در حالت خسارت وقتی زیان میبینند از تجارت بالای کی میشود؟ خسارت بالای بر ذمه صاحب مال میشود. صاحب مال با پولش میسوزد، اون نفری که زحمت کشید، تجارت کرد، دعواداری کرد، او بر مهنتی کرده اش میسوزد. زیان یعنی با پول تقسیم نمیشود. پول بر ذمه کی است؟ بر ذمه صاحب مال است و شخصی که تجارت کرد، شخصی که مهنت کرد، اگر کوتاهی نکرده باشد، اگر یگان شرط ها را ویران کردگی نباشد، او تنها به مهنتی کرده اش میسوزد.